من در همین مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید. شما که چیزی نیست. از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادید، من که نشستم اینجا. خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست. ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید او بیاد تا بکند. از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. نمیدونم. ما بگیم چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟